سلام، روز بخیر. امروز میخوایم با یکی از قابلیت‌های گوشی‌های سامسونگ برای مدیریت زمان استفاده کودکان از گوشی آشنا بشیم و اون هست سامسونگ کیدز. این رو همه کسانی که گوشی سامسونگ دارند به صورت پیش‌فرض روی گوشی‌هاشون خواهند داشت. ببینیم که چطور میشه از این قابلیت استفاده کرد. خب اینجا شما یک گزینه میبینید به نام کیدز. وقتی که اون رو باز میکنیم وارد یک همچین محیطی میشیم. در ابتدا چند تا از این برنامه ها و بازی ها روی گوشی شما وجود داره. فقط کافیه که کلیک کنید و فعالشون بکنید. و بعد شما میتونید بازی های مورد علاقه فرزندتون رو اضاف کنید یا بازی هایی رو که دیگه استفاده نمیکنه رو از این صفحه حذف بکنید. قابلیت دیگه این هست که شما میتونید زمان روزانه برای استفاده از گوشی تعیین کنید و زمانی که مثلا 2 ساعت، وقتی که این 2 ساعت تمام بشه گوشی خود به خود حالت غیر فعال پیدا میکنه و این برای بچه قابل قبول هست که خب این گوشی دیگه بیشتر از این اجازه استفاده به ما رو نمیده و این حیوان کوچولویی که اینجا دیدین به نام کروکو میخوابه و دیگه بچه ها نمیتونن بیشتر از این استفاده کنند از گوشی. خب ببینیم تنظیمات به چه صورت هست. این بالا تنظیمات رو که باز میکنیم گزینه اول پرنتال کنترل. اول شما باید الگوی امنیتیتون رو وارد کنید. اسم کودکتون رو اینجا وارد میکنید و اگر که بیشتر از یک کودک از این گوشی استفاده میکنه میتونید اد کید رو بزنید و اسم کودک دوم رو هم اینجا ثبت بکنید. خب گزینه بعدی set daily play time. در روز چند دقیقه فرصت میدید برای استفاده از گوشی. من اینجا زمان رو گذاشتم 40 دقیقه. پایین تر به من نشون میده که فرزند من امروز تا این دقیقه 37 دقیقه از گوشی استفاده کرده و همینطور که میبینید تاریخچه هم اینجا هست. امروز جمعه 37 دقیقه، پنجشنبه 2 ساعت و 15 دقیقه بوده، چهارشنبه 28 دقیقه، سه‌شنبه 7 دقیقه و الی آخر. یعنی تاریخچه استفاده فرزندتون از گوشی رو هم میتونید چک بکنید. توی قسمت بعدی بازی هایی که بچه استفاده کرده یا برنامه هایی که باز کرده رو میتونید ببینید و هر کدوم چقدر استفاده شده. حتی فکر میکنم این جابجا هست 1 ساعت و 58 دقیقه مثلا این بازی رو انجام داده. اینجا عکس ها و نقاشی ها رو میتونید ببینید. اینجا گزینه دارید به نام اپس. کلیک که میکنید تمام بازی های این قسمت رو به شما نشون میده. هر کدوم رو که دیگه بچه علاقه بهش نداره رو میتونید به راحتی حذف بکنید. مثلا من اگر این رو انتخاب کنم گزینه ریموو این بالا نمایش داده میشه، میتونم حذفش کنم. و اگه اد رو بزنم تمام برنامه هایی که روی گوشی من نصب هست اونها رو نشون میده. من میتونم از بین اونها چیزی رو انتخاب کنم و به صفحه سامسونگ کیدز اضافه کنم که فرزند من بتونه از اونها استفاده بکنه. خب کانتکس رو داریم. من هیچ کانتکسی قرار ندادم. شما میتونید شماره خودتون رو اینجا اضافه کنید تا فرزندتون در صورت نیاز بتونه با شما تماس بگیره. مدیا و میوزیک هم همینطور. اگر چیزی باشه که بخواید اضافه کنید همینجا قابلیت اضافه کردن داره. خب اینجا 2 تا گزینه داریم، settings و close Samsung Kids. گزینه دوم رو اگر بزنیم برمیگردیم به همون صفحه اصلی گوشی و از سامسونگ کیدز خارج میشیم. گزینه اول رو که میزنیم نوع قفلی هست که شما برای پرنتال کنترلتون گذاشتین. یعنی شما برای ورود خودتون و عدم ورود فرزندتون یکی از این راه ها رو میتونید انتخاب کنید. من همون قفل صفحه خودم که الگو بوده رو میتونم هنوز استفاده کنم، چون پسر من هنوز اینقدر مهارت نداره که بتونه وارد این قسمت بشه. ولی اگه بخواد مطمئن تر باشید میتونید از اینجا یک کد 4 رقمی بهش بدین. خب
ریست سامسونگ کیدز همه چیز رو به حالت اول به تنظیمات اولیه برمیگردونه. اد سامسونگ کیدز آیکون سامسونگ کیدز رو میاره روی صفحه اصلی گوشیتون که من داشتم این آیکون رو اگر دقت کرده باشید. و about سامسونگ کیدز رو داریم. اینجا در صورتی که نسخه جدیدی اومده باشه شما میتونید آپدیت انجام بدین. خب این پرنتال کنترل بود و حالا صبر کنید من اینو ببندم. شما این آیکون رو میبینید که روی صفحه اصلی گوشی من این آیکون سامسونگ کیدز وجود داره. کروکو میاد سلام میکنه. یک بار دیگه ما این گزینه بالا رو ببینیم. پرنتال کنترل رو دیدیم. کلوز سامسونگ کیدز هم که خارج میکنه ما رو از برنامه و امرجنسی کال هم که شماره ها رو میاره که بتونن تماس ضروری رو انجام بدن به مثلا پلیس، آتش نشانی یا یه همچین مواردی. خب حالا فرض کنید که آخر روز هست و شما میخواید چک کنید که بچه شما چقدر استفاده داشته. کافیه دوباره برید توی پرنتال کنترل، الگو رو وارد بکنید و اینجا ببینید که چند دقیقه و چه برنامه هایی توسط فرزند شما استفاده شده. خب حالا اگر بخوایم که یک کودک دومی رو هم به این مجموعه اضافه کنیم، از این قسمت اسم کودک و تاریخ تولد کودک رو اضافه میکنیم. من همین تاریخ امروز رو منتهی سال 2022 انتخاب کردم. به نام سارا یک کاربری جدیدی ایجاد کردم. برای اینکه بتونیم تست کنیم که زمان وقتی به اتمام میرسه چه اتفاقی میفته، من حد اکثر استفاده روز رو گذاشتم 5 دقیقه، هم برای روزهای هفته و هم برای آخر هفته. خب وقتی که تنظیماتم رو انجام میدم و وارد نرم افزار میشم، ببینید یک پیام، یک نامه داریم برای سارا و حالا اگر که نامه رو باز کنیم وقتی زمان انتخابی ما برای روز به پایان میرسه، کروکورو میخوابه و کودک ما دیگه هیچ دسترسی به هیچ قسمتی نداره. این گزینه های بالا رو هم فقط ما به عنوان والدین میتونیم استفاده کنیم. گزینه ساعت شنی رو که میزنم ازم الگو رو میپرسه و بعد اجازه میده که من زمان رو تغییر بدم و ست رو بزنم. بدون الگو بچه ها نمیتونن وارد بشن. گزینه کناری رو که بزنید پرنتال کنترل کامل رو بعد از وارد کردن الگو بهتون میده و گزینه خروج رو هم بعد از زدن الگو شما رو برمیگردونه به صفحه اصلی گوشیتون. ولی حتما الگو باید وارد شده باشه. کودک دسترسی نداره. موفق باشید.